پس از تخمینا 2 سال تأخیر تلویزیون میر دوباره با پخش گزارش‌ها از تاجیکستان اجازه دریافت کرد. تلویزیون میر که سال 1992 از جانب کشورهای عضو سازمان مشترک المنافع تأسیس شد، سر از نوروز سال 2016 پخش گزارش‌ها از تاجیکستان را بجز از برنامه خبریش قطع کرده بود. یک مسئول دفتری نمایندگی این تلویزیون در دوشنبه روز 4 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت شروع از سال نو تلویزیون میر با پخش معمولی برنامه‌هایش از تاجیکستان ادامه داد. تا این زمان با گفته این هم صحبت ما پخش اکثر برنامه‌ها از تاجیکستان قطع شده بود و تنها گاه گزارش‌های خبری آنها در برنامه نوستی پخش می‌شد. اداره مرکزی این تلویزیون در مسکو قرار دارد بودجه تلویزیون مذکور از حساب مبلغ‌های 13 کشور پس‌الشوروی که برای فعالیت آن جدا می‌کنند تشکل می‌یابد. تاجیکستان چون یکی از مؤسسان این تلویزیون فعالیت فیلیال این شرکت را در قلمروش سرمایه‌گذاری می‌کند. سال 2016 مسکو سبب پخش نشدن گزارش‌ها را در خراب بودن FTP و یا خط انتقال گزارش و مطلب‌های ویدیویی گفت، اما همصحبت رادیو آزادی سبب اصلی راه نیافتن گزارش‌ها از تاجیکستان در افیر این تلویزیون بین دولتی ناراضگی بخش مرکزی تلویزیون در مسکو از صفت و محتوای گزارش‌ها و اینچنین کاری ماموریتی دفتر این تلویزیون در تاجیکستان گفته بود. قدرت افردی رئیس نمایندگی تلویزیون میر در تاجیکستان آن زمان در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی پخش نشدن گزارش‌های دفتر زیر رهبریش را در افیر تلویزیون میر تصدیق ولی از شر سبب‌هایش خودداری نموده بود. در سفر آخر رئیس جمهور امامعلی رحمان به مینسک الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از تلویزیون میر یادآور شد و گفت که درباره تحولات تاجیکستان از این تلویزیون اطلاع می‌گیرد. ظاهراً پس از این توصیف لوکاشنکو جانب تاجیکستان به پخش برنامه‌هایش در این تلویزیون توجه بیشتر ظاهر کرد که باعث حل مشکلات گردید. تلویزیون میر از کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک بیشتر خبر و گزارش‌های تفریحی و اجتماعی آماده و نشر می‌کند. ضمناً ایده تأسیس تلویزیون بین دولتی میر محض در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به وجود آمده بعداً عملی گشته است. نخستین جلسه کاری هماهنگسازی شروع تلویزیون بین دولتی میر در ماه اپریل سال 1992 در شهر دوشنبه برگزار گشته است. انتخاب عنوان تلویزیون میر هم در دوشنبه صورت گرفته بود. آن زمان تاجیکستان در گرداب جنگ شهروندی قرار داشت و اشتراکچیان نخستین جلسه شروع اسم شبکه را رمزی میر یعنی صلح گذاشتند.